الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما دوستای نهایت گرامی و عزیز. ما امروز در مورد بعضی از باورهای نادرست و باورهای منفی و سمی با هم صحبت میکنیم. امیدوارم که شما همچین باورهایی را نداشته باشین. شماره 1، باور به این که قربانی هستیم. شماره 2، باور به این که میتوانیم دیگران را تغییر دهیم. شماره 3، باور به این که اگر جای فلانی بودم زندگی بهتری داشتم. شماره 4، انتظار داشتن از دیگران و باور به این که دیگران باید مطابق انتظار ما رفتار کند. شماره 5، باور به این که برای رسیدن به کمال و احساس شادی حتما به حضور فرد خاص نیاز داریم. شماره 6، این که همیشه لازم هست ثابت کنیم که ما درست میگوییم و حق با ماست. شماره 7، نگران بودن درباره این که دیگران درباره ما چه فکر میکند. شماره 8، باور این که گذشته ما آینده ما را رقم میزند. دوستای عزیز، شما مثل اثر انگشتتان منحصر به فردی هستین و از شما در این دنیا یکی هست. پس خودتان را کشف کنید و پی به عظمت وجود خودتان ببرید، چون روح الهی در انسانها جاری است و قدرت دقیقا همون قدرت الهی خداوند را انسانها هم دارد. پس با این باورهای محدود کننده و باورهای سمی خداحافظی کنیم برای همیشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.